از این لا میندازیم میریم با آرامش. وای 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 با آرامش با آرامش با آرامش با آرامش با آرامش. وای 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 اینجا کجاست اینجا کجاست؟ برو 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 برو. ای وای ای وای ای وای ای وای. پارت 70 بتل رویال فورزا میتونه پارتی باشه که توش 2 تا ویکتوری رویال داخل یه ویدیو میگیریم یا نه؟ پس بریم ببینیم. لوکیشن رندوم اسپان کردم و دارم بندری میزنه ماشین. خب اوکی، من توی این پارت میخوام 2 تا ویکتوری بگیرم، برام دیگه هیچی مهم نیست. بدون خیلی لولش انقدر لولش بالاست بچا، فکر کنم وینو گرفتیم همین الان. داریم اینو که بچا به سمت لوت حرکت بکنیم ببینیم لوتی چیزی وجود داره یا نه و سپس به سمت سیف زونیم. الان تازه تاپ اسپید این ماشینم که الان داریم رسیدیم و لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره بدون معطل. لیتر یه دونه لوت جلومه که من صاف میرم برش دارم لوتر، ولی یکی از پشت سر داره بهم خیلی محکم نزدیک میشه. ولی برام مهم نیستش و فورد فوکس لول 5 رو بردار. فورد فوکس لول 5 رو بردار. برش داد. من گرفتم ها. وای فکر کردم برام بوق زد دیگه نتونستم بگیرمش. خب حالا وقتشه که فرار کنی از دست من. کجایی عزیزم؟ او فرار کردی اشکال نداره. تو بیا بعد جوری توهمی شدی یا زنگ بزنی زنگ میزنم مولیا. اونورم درست دارم برم مسیر، اونورم مسیر درست. سید مسیر رو اشتباه رفتی. اوش زود دور زد برگشت. وای دارم درست میرم آج آقا. ای وای خاک بر سرم شد آجی. بگینگی دارم درست میرم ها، بگینگی البته. تو این شرایط چرا بدت چجوری داری انقدر سرعت میای؟ 200 کیلومتر دارم میرم بابا چجوری؟ وای وای ای خدا ای خدا ای خدا. دنده معکوسه بده، دنده 3 دنده 2 بود. ای خدا. وای شانسو بچا، شانسو بچا، شانسو. اشاره که به سنگ میخوری، اشاره که به سنگ میخوری، اشاره که به سنگ نخور بجی، به سنگ نخور. رفت تو مقصد. بریم دسته بر. بچه پلن شالیزار بریم. شالیزارای شمال رفتم. او نگاه کن بچه چه لوتی اون برای ما گذاشته شده. یه سی بچه بهم میگه لول 9 اون. حالا من اصلا هیچ دلیل منطقی پشتش نمیدونم، احتمالش 1% که 1000% لول 9 باشه. لول 2 ولی خب خوبیش اینه که آدیار 6 ما الان از خیلی ها جلویم آلردی. صاف دارم همین خط سیف زون رو میرم جلو، امیدوارم که در مسیر به ما راننده بخورد. یه رقیب لول بالا لطفاً. مرسی متشکر. حالا ببینم این لول چنده این که این بالاه. در سکوت برش می‌داریم. صداتون بچه‌ها در صدای هیچ کس در نیاد. دارم این جلویم فکر کنم بیتله. بله بیتله آجی، بدبخت شد و من اومدم براش. من باش مسابقه رو دادم چون امیدوارم به خودم. وای وای بدبخت شدیم حاجی. وای برو 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 بدبخت شدیم حاجی. برو بدبخت شدیم بچه‌ها. اگه مسیر اتوبان امام علی رو بندازه بره بیچاره. اوه خورد تو سنگ. من آروم از هندلینگ ماشین استفاده می‌کنم. خدا رو شکر ESP و کنترل پایداری روشنه. راحت تونستیم اینجا ماشین رو جمع کنیم. یه مشکلی که بچه‌ها داریم اینه که مسیر 2 کیلومتر اونورتره و یه دونه اتوبان امام علی بینمونه و سرعت ماشین اون تو اتوبان امام علی خیلی بیشتر از ماشین منه. خب نه اتوبان امام علی اومدیم بیرون، اصلا اون برای اتوبان امام علیه. اوف تصادفم کرد فکر کنم. خب اوکی آروم میای اینجا پارک میکنی تو مقصد و منتظر میشی ببینی لول 7 به چی میده. آجی نگاه کن الان من میگم فراری اسپا نده، فراری اسپا میده. نگاه کن ای وای چرا انقدر بدشانسیم؟ این همه لول 7 وجود داره، 5 تا لول 7 هست. صافونی که من گفتم نیا رو آورد. بیا مازارتی لوانت هست. بیا بابا بیا جون بچه. آقا بیا دیگه نمیتونی آقا، لول 2 که نمیگیری احمق. آها خب اوکی. کجای مپی مثلا؟ ای خاک بر سرمون شد بچه‌ها. برو بریم 3-2 داره فراری اسپا. ولی او یه پلن خوب دارم. از وسط تخت جمشید میتونیم بندازیم بریم ها. حواسم باید جمع کنم ببینم ورودی تخت جمشید کجاست، یا به خود تخت جمشید نخوریم. تخت جمشید از اینجاش آها خودش از اینجا میتونیم سرعت بگیریم. یارو کجا خورد تو تخت جمشید؟ یارو 220 تا رو که پر کردیم تازه از این کنار میزنیم بیرون. ای وای اینجا درخته، اینجا تصادف میکنیم ما. الان تصادف میکنیم. اوف تصادف نکردیم. با آرامش از این سمت. ای وای اوکی. دوباره بچه‌ها میریم این دفعه تریپ پارک کردن. بچه کوروی نمیریم، تریپ پارک کردن تو خط پایان. خیلی این گنگ تره دیگه. چه کامرو چرا داره بدترین ماشینا از هر لولو میده. به خدا ام جی میداد بهتر بود. ام جی چیزه
ام جی لااقل هندلینگش خوبه. اینو نگاه تهش داره در میره، بعد تهشو بگیری. ای داره در میره تهش. حاجی فراری اسپای بهتره این میرفت حاجی، خدا وکیلی تو خاکی باخته با این ماشین. میخوام مسابقه دیالی فاینال شودان هم نمیتونی بری با این ماشین، اونم باخته. بزنم ماشین این چیه، اینو خفتش میکنم. آها مازارتی لوانت است. بیا چرا رفتی؟ بیا چرا فرار میکنی عزیزم؟ بیا. وای نه شما دوتا نه. مرسی. این لوت برداشته این ماشین. این لولش باید بدتر پایینه حس میکنم. اگزوموتیو بدبخت شدیم بچا. آسفالتو بنداز. آسفالت. کامرو بدو لانچت که ریده بود. ببینم تاپ اسپیدت چطوره. برو ببینم کامرو برو ببینم. اوف درو کردیم. 240. اینجا دیگه خوراک اگزوموتیو است. اینجا بدبختیم. اینجا باید حواسمو جمع بکنم. ماشین من اینجا اصلا دور نمیزنه ولی هندلینگ ماشین اون امامه. تریپ پارک کردن تو خط پایان. اینه که اسمشو همینجا اعلام میکنم. تریپ پارکینگ اسمش. اونیگانه رو بردار که این ماشین این چیه؟ اینو ما زیاد تا حالا لول 9 فکر کنم لول 10 باشه. قاطی کردم. این خیلی خوبه. اوکی 7 تا راننده بیشتر نداریم. پس میرم سراغ رقیب. همچنان بالاتر از همه منم و همه پایینتر از منن. حسم بهم میگه. میبینیم این چه ماشینیه. لوتر رو برداشت. بس در نتیجه اودی آر 7 اسپورت بکه. اوکی من برش باش مسابقه میدم. مرسی. وای چقدر تو هوا تو چه بد شرایطی هم باش مسابقه دادم. این بریه خب که ما لول 10 الان از اون خودمون میکنیم با این حرکت. اوکی 200 رو آلردی ماشین ما پر کرده. چرا ماشینو داره جلوتر میره؟ بزنم جلو یه لحظه آجی. بزنم یه لحظه بزنم جلو از شما. اگه جسارت نمیشه یه لحظه از شما بزنم جلو. بابا من مادر این زندگی آجی. مادر این زندگی. وای ای وای بریم دسته. آقا طبق قدیم از کویلوت من استفاده میکنم چون حوصله این دفعه مثلا کویلوت به نظرم بعد از مدت ها بریم توش دیگه. خیلی نرفتیم. تو خدا صبح باش هوا روشن باشه. سحر داره میزنه. خب اوکی. لوت پشت سرمونه بچه‌ها. لوت نگاه جوری دور. این برم لوت هاجی. خب اوکی. این گلف است خدا لعنتت کنه. اوکی این گلف رو بذار بگیرم. این سیستم من اج لگی. اوکی اشکال نداره. این یکی چه خب اوکی اینو میگیریم و خدا نگهدار شما. خب الفرار فراری آخر قصه قدم هوای عشق داری حنایی. من مثلا این یارو رو خفتش بکنم. این لول چندی داشت؟ لول چندی؟ فقط میخوام بدونم لول بیا ببینم. نگو دوباره اون گورستون انداختین. دلش کن من مسیرمو میرم. بکش بیرون دیگه. رد شدیم دیگه. وسط دماوندیم دیگه. چرا اونجا میندازی مقصد آخه؟ بهش لفت بده من تا اونجا نرم دیگه خواهشن. باز انداخته اونجا. بابا اونجا کجاست میندازی آخه؟ من نمیفهمم چه جذابیتی داره واسه اون تیکه مپ. ناکو انداخته کجا؟ نه البته خیلی هم بالا نیست. دهن سرویسی داره دیگه. الان بس ساعت صخره مخره طی کنم. خب اینجا رو سرعت میگیریم. اینجا رو سرعت میگیریم. سرعت میگیریم. اینجا رو واسه سرعت بگیری. یارو باید سرعت بگیری. سرعت و وقتی که گرفتی میزنی دنده معکوس بعد میری بالا. آره قافیه نداره. آره فعل بداه هست. آره بچه سالانه است. آره و تمام آقا. تریپ پارک کردن در خط پایان رو ما اینجا برای خودمون تدارک میبینیم. آقا نکن آر 7 اسپورت بک بنداز. نمیندازه. نگاه آریل نومد میندازه. این گفتم آریل نومد نزار آریل نومد میذاشت. یکی اینجا هست که نیاز به کمک داره. بیا اینجا بهت کمک بکنم. بیا چیه ماش وای نه این بری برو. وای اینجا باید دیریب کنم درخت رو. چجوری بهش درختی نخورد نمیدونم. وای باختیم. دوباره باختیم. ای خدا. من فقط امیدم به سنگایی که ممکنه بهش بزنی که به سنگم نمیزنی دیگه. چرا باید به سنگ بزنی آخه؟ وای از بین دو تا خونه بعد رد شدم. وای رد شدم ولی ریده شد تو سرعتم. بابا یارو چرا عقب موندی؟ ولی میگرفت بابا گرفت. بریم بچه‌ها دست بعد. اینجا بود. آخه بذار من این دفعه اینجا بزنم همینجوری الکی ببینم چی میشه.
خب آها یه دونه جلو، یه دونه پشتمون، یه دونه جلومونه. این جلویی رو کسی بر نداره برداشتم. وای فکر کنم یکی میخواد برداره این جلویی رو. وای فکر کنم یکی میخواد برداره اون جلویی رو. به نظرتون من زودتر میرسم یا یارو زودتر میرسه؟ به نظرم من زودتر میرسم. بله فورد فوکس لول 3. حالا صاف مسیر مستقیم میریم و با یارو مسابقه میدیم. آره بیتل یارو، بیتل به گمانم. بله باید بگی بیتل باشی، اصلا وقت نکردی اصلا لوت کنی. وای 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 کدوم بره؟ وای کدوم بر میندازی؟ خاک تو سرم آجی. یه حسی بهم میگه باختیم آجی. الان نمیشه اول نوشته اول. لول 4 ببینم بهم چی میده فقط. مرسی که لفت دادی آجی، مرسی واقعا دمت گرم که لفت دادی. لازم من تا اون سر برم. اوکی سوبارو رو داد. من تازه به رینگای زیبای این ماشین دقت کردم. عزیزا نگاه کنید رینگای زیبا رو، نگاه چقدر رینگاش جذابه آجی. صدای توربو رو نگاه بچه‌ها. اوکی این بری باید برم که بتونم از جلوش در بیام. اونم فکر کنم میخواد با هم چیه ماشینش؟ آره پورشه ماکان لول 3 است. میزنمش. اوکی مسیر درست ما بده، من میزنم اینو. فقط یه مسیر درست حساب ما بده. بابا کجا داری میری؟ خب میام دنبالت الان دیگه. چرا نمیرسم به فاصله که بوق بزنم؟ چرا نمیرسم؟ من ناموستو میارم جلو چشت آشغال. وایسا حالا سیستمم لگ زده چی؟ تو کجا میخوای فرار کنی؟ بالاخره که من اینجا میگیرمت که دارم میام تو باسنت و بالاخره برات بوقو میزنم. عوضی. وای 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 آجی ایمپورت فشاری ام من. ایمپورت بد فشاری ام. یارو این همه راه ما رو مچل خودش کرده بود. احمق. آها فکر کردم از مغز یارو اتصالی کرد، از بدترین مسیر داره میندازه میره. فقط من احمق دیدم بهش نمیرسم، بازم لج کردم باش مسابقه بدم. امیدوارم بتونم بزنمش چون دارم بالاخره بهش نزدیک میشم. آجی آها باریکلا آخرین لحظه ازش جلو زدم. یارو حداقل این دم آخر مردونگی کرد، نیومد جلو رام آجی. این دم آخر نیومد جلو رام آجی. خیلی خفن و نفسگیر رو میخواستم بگم خفنگیر بود. و فورد برونکوشو فورد یعنی برونکو لول 5 رو میگیریم. بچه این دست ما خیلی کند پیش رفتیم، یعنی الان ما لول 5یم و همه مثلا لول 6 و 7ان، یعنی خیلی داریم کند پیش میریم رسما. و ما یه چند دستی بود، یه چند تا ویدیویی بودش که کلا رو دور افتاده بودیم، داشتیم هی ویکتوری میگرفتیم ولی مثل اینکه یه بار ویکتوری نگرفتیم و تلس شکسته شد و الان باید با نسل قدیمی خود. نه من چرا دارم میرم همچنان؟ علت این که داشتم همچنان میرفتم و نمیدونم، ولی امیدوارم که هر کسی بلد نباشه از نیسان جی تی آر استفاده کنه. خورد تو درخت حاجی یارو. چشم چرا توی موقع داره میخوره من نمیدونم، ولی برو 200 چقدر تون میره. سیستم کوفتی. وای صدا هم حتی قطع میکنه بعضی وقتا. اوکی آرام از این لا میندازیم میریم با آرامش. وای با آرامش. وای اینجا کجاست؟ برو ای وای. رفتم زودتر رسیدم. نیسان جی تی آرش مال منه. وای خارش چشم. نیسان جی تی آر رو بده من. R35. وای امیدوارم باگ نزنه. وای گیر کردم آجی. وای گیر کردم. ای خدا. ریپوزیشن بیار آجی. لطفاً ریپوزیشن برام بیار. لطفاً مرسی. حالا دوباره میندازه همینجا. ای بی مادر دوباره انداخت اینجا. خودم رندوم درش آوردم آجی. اینو برو بالا یه لحظه جون بچت. اینو برو بالا. وای برو بالا. تو رو خدا برو بالا. من حال و حوصله این زندگی رو ندارم. برو تو رو خدا برو. ریپوزیشن. اوکی این لامبورگینی رو من برمی‌دارم. این لامبورگینی خوبه آجی. این تو مسیر بزنم با این لامبو بندازم آجی. این خوب نمیره آجی. مسیر درخت رو جلومون زیاد داریم. ماشین من بهتر از ماشین اون میره. وای نه. آها بچه محاسباتو داشتین؟ چجوری سعی کردم کمترین چیزو داشته باشه؟ سعی کردم قشنگ کمترین اختلاف سرعت رو پیدا بکنم باشه. وای دست خودمون رو به کشتن دادیم؟ نه ندادیم. اوکیه. به این درخت چیزی اون دم آخر به این درخت چیزی خورد. من نخورم به درخت چیزی. دیدی که پارک تو خط پایان رو میتونیم بریم الان؟ میریم میشه رفت. رفتیم گنگ رفتیم و تمام. لول 9 اون هونیگان است. نمیدونم چیه. اینو جبرانی اون دستی میریم که نتونستیم تو همین ویدیو بریم. زون بعدی زون آخر خواهد بود وقتی این بسته بشه. ببینم زون بعدی کجاست. مقصد و قرار مقصد نهایی فانا شدن کدوم سمت بندازه. خب اوکی قشنگ من مسیر اتوبان امامعلی رو بعد برم. وای بزنینم لول پایین مفت پیدا کردم باش مسابقه میدم دیگه. اگر مفت بود ماشینش یارو
خب بیچاره شدیم بچه‌ها، بیچاره شدیم بچه‌ها، بیچاره شدیم بچه‌ها، فوت کردیم بچه‌ها بدبخت شدیم. وای 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 خدایا از تو طلب آمرزش میخوام. خداوند متعال تصادف کن دیگه بی پدر. بابا یه تصادف بزن دیگه. بریم دست بعد. بچه‌ها به سرم زده همین وسط این جنگلا بندازم ببینم چی میاره، نمیدونم. من در صورت دارم مسیر رو اینوری میرم که چرا که لوت باشه دیگه این لا درختا دیگه. عالی. بچه‌ها شکست خوردیم. شما گن نزنید، من گن زدم ولی این پارتا بچه‌ها پارت بدشانسیه. بچه گرمم هست، مغزم ارور داده جی. او لوت دارم میبینم، بالاخره یه دونه لوت دیدم. بریم واسه اون یه دونه تک لوتی که اونجاست. خب لول 2 رو بچه‌ها نگاه لول 2 رو نگاه. وای مینی باگی، وای خدا مینی باگی، وای مینی باگی، وای مینی باگی، مادر تو سرویس مینی باگی. کاش لول 2 میدادی حداقل. مینی باگی خدا لعنتت کنه مینی باگی. نگاه کن سرعت 120 کیلومتر در ساعت. بیتل میتونه تو رو شکست بده، بیتل. مثلا مسابقه رو میدم داداش، من چیزی صد درصد ندارم. اوه بچا این پژو لول 2 خب نگاه چجوری منو شکست میده، فقط نگاه کنی. من هیچی نمیگم، فقط پامو تا ته گذاشتم رو گاز، دنده هم دادم، دارم حسابی سعی میکنم که اول بشم. پژو لول 2 منو قرار بزنه چون میدونم میزنه منو. نگاه همینجوری داره نزدیکم بهم میشه تازه پژوه. بعد یکم خوش شانس باشم و فقط از مسیر آسفالت رو برم. خوشبختانه در اختیار ما قرار داده این مسیر آسفالت رو من تازه تونستم. باش نوشته میاد جلو تصویر. خب نوشته میاد. وای دنده یک بزن حرکت کن. تونستیم بچا شکست بدیم. من هی میگم بچا شکست چیز نمیکنید، هی میگم شکست میخوریم که اگر خوردیم تو ذوقم نخوره خودم آماده کرده باشم. ولی الان خیلی همه چی بهتر شد. دبرتیو بده بیاد. لوانتس مسابقه میدیم. سید گو خوردم. نه برای سید به صورت اشتباه تو آسفالت نرفتم. سید خودم الان با سنگ تصادف کنم. سید نه اوکی شد. ماشاءالله به این فنربندیای دبرتی. چه میکنه دبرتی؟ یارم داره میاد، بدم داره میاد البته ها. نگاه هر ماشین دیگه بود این الان چپ کرده ولی دبرتی میتازه. وای دبرتی بر مادرت دبرتی. وای دبرتی. یه لحظه می‌خواستم برم مازاراتی بخرم دیدم نه دبرتی کارو در آورد. میشه و تکنیک پارک کردن تو خط پایین ما میتونیم اینجا انجام بدیم. البته دارم دنبال آدرس میگردم الان. اینوریه اینجاه. اینجا درست اومدین. بفرمایید خواهش میکنم. اگزوموتیو بده بیاد. همچنان به دنبال حریف، همچنان به دنبال رقیب. امیدوارم بین این سه تا راننده که اون جلو مشخص کرده غیر از اینی که الان اومد یه راننده سینگل پیدا شه. سینگل ترک. فکر کنم باختیم. من از اینجا میرم چون چیزی به صد دستانه ندارم. من از توی خاکی اینا میرم. اوکی بچه‌ها من پرشه رو شکست دادم مگر خداوند متعال بخواد. وای یه معکوس بده نیاز دارم بدنده معکوس. بابا برو تو رو خدا گاز بده. دبرتی میگم امو اگزو. وای خدا لعنتت کنه امو اگزو. یارو چرا ایست کرد؟ یارو به چی خورد ایست کرد؟ گاز بده امو دبرتی نیستش بابا اگزوموتیو و بردیم. حاجی من سیستمم تو این لحظات چرا لگ میخوره؟ دیر به بچه پروی این دفعه رفتم، وقت برای تکنیک پارکینگ نبود. لول 10 بذار بره. اوکی فراری اسپا. خمیونیتام میکشم تا اوکی هنوز مسابقه تمام نشده. ابله مسابقه دادی چرا؟ ماشین من 100% بهتره ولی آیا در مسیر مناسب الان هستم یا نه؟ آیا میخورم؟ بردمش. تریپ پارکینگو بچا نگاه کنین. تریپ پارکینگ اینا اینجا با پارک میکنم توی خط پایان. ای برو دیگه بچه. تریپ پارکینگ خطرات خودش هم داره ها. مثلا همین الان چیه؟ آها ای ولی چیز از آر جی است. خیلی این ماشینش قویه آجی. 3 تا دنده کلا بیشتر نداره. بعد میکنه هر دندش 100 تا میره آجی. این چوبه هستش که رو زمین بعضی وقتا میذاره ما بهش میزنیم سرعتمون کم میشه. این ماشین به چپ و راستشه، همه رو داره درو میکنه. این نیسان جی تی آر فکر کنم ماشینش نیسان جی تی آر بشه.
مسابقه رو میدم بچه‌ها، چون ماشینش نمیتونه اینجا رو بیاد. ماشین این تو آفرود ریده. بعد کلی علای درخت رد کنه ماشینش، نمیتونه آجی، ماشینش هیچ سرعتش کم میشه. ولی ماشین من اینجوری نیست، البته اگه به درخت نزنن که دیگه عالی میشه. وای 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 وای. ماشین ما تو اینجا خیلی خوب میره، ماشین اون نمیتونه خوب بره. خود ما رو ببره میتونه ببره. مقصد رو پله آجی، مقصد رو پله آجی. رو پل نیست، اون پایینه، اون پایینه. برو برو. وای فکر کنم نه من بردم. حذف جیپ رو که اصلا ور نمیداریم. آرناش ریگینگه و آخرین یه ماشینی که اصلا برای آفرود نیست، قراره یه مسیر آفرود رو بهش بخوره. هیت کامپلیت شد. گت ردی فور فاینال شوداون. خب 30 ثانیه دیگه فاینال شوداون شروع میشه. بذار از این ور برم، 3 تا رنده بیشتر نیستیم. خب اوکی 10 ثانیه دیگه مونده. این ماشینش چیه؟ لوانتس حاجی، ما میتونیم بگیریم حاجی ویکتوریو. اوکی برو بریم حاجی. من دیدین سیستمم چقدر لگ میزنه دیگه، ولی برو بریم. ما میتونیم ویکتوریو بگیریم به راحتی حاجی. میشه ویکتوریو گرفت، فقط نباید استرس گرفت، وگرنه ویکتوریو راحت میشه گرفت. مثلا لازم فیزیکی امکان نداره اونا بتونن ویکتوریو بگیرن، بابا خیلی لولشون پایینه. یه دونه لول مازرتی لوانتس که اونو هیچی. اوکی حاجی گرفتیم این ویکتوریو هم. خدا رو شکر بچه‌ها ویکتوری گرفتیم. خدا رو شکر ویکتوریو گرفتیم. ولی بعد حواسمو جمع بکنم یهو حاجی تصادف خرکی نکنم. بابا گوشی منم داره بچه‌ها زنگ میزنه، پشت سرم گوشیم داره زنگ میزنه، ولی شما براتون خیلی مهم نباشه ویکتوریو شما بچسبین. نگاه بکنین ویکتوری. وای بچه‌ها یه لحظه گفتم خوردیم تو. اوکی و تمامه. اینم از بچه‌ها از این ویکتوری. داداش ویکتوری گرفتم، خفه شو برو گم شو. لحظه وسط ویدیو هم. A few minutes later. بچه دیدین که ویکتوری الان گرفتیم. بچه پشت خطم با شما کار دارن. لازم بگو. عرفان هستم. میدونستی سرد میاد خونمون میخورم. خب آقا شو بخیر. بچه‌ای که ولاگا رو میبینن در جریان این قرار میگیرم و مرسی از اینکه تا الان این ویدیو رو تماشا کردین. یه دونه ویکتوری تونستیم باز بگیریم. یعنی این ویدیو، یعنی اگه ویکتوریو نمیگرفتم یکی از بدشانس ترین ویدیوهای تاریخ بشر میشد، ولی ویکتوریو گرفتیم. خوش گذشت، حداقل یکم شست برد. و مرسی از اینکه تا الان تماشا کردین. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره و تا ویدیوهای بعدی. Goodbye everybody.